سلام، سفارشتون از کترینگ ارغوان آورد. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردین. خیلی خوش سلیقه‌ام هستین. زرش پلو با مرغش حرف نداره. بله امتحان کردم. دست شما درد نکنه. مثل اینکه دوباره غذا گرفتین از ما. خوشتون اومده؟ خوبه. چی گرفتین؟ زرش پلو با مرغ. دست شما درد نکنه، خیلی خوشمزه بود دیروز خوردم. نوش جونتون. بفرمایید. سلام آقا، ببینم دوباره غذای ما رو سفارش دادین. دست شما درد نکنه، لطف کردین. آقا بازم زرش پلو با مرغ؟ بله آخه خیلی زرش پلوتون خوشمزه است، ما خیلی دوستش دارم. حالا غذای دیگه‌مون هم خوشمزه است، امتحانشون کنیم. حتما امتحان میکنم، ولی واقعا این غذاتون رو خیلی دوست دارم. باش، سلیقه است دیگه. نوش جون. سلام آقا، میبینم دوباره از ما غذا گرفتی. بله دست شما درد نکنه. بذار ببینم این دفعه چی گرفتی. نه نگاه نکنید، نگاه نکنید. بازم زرش پلو با مرغ گرفتی. نه زرش پلو با مرغ، من نمیدونم چرا بچه‌هاتون اسم اشتباه می‌نویسن. آقا غذا رو کجا میبری؟ بچه‌ها هیچ وقت اسم اشتباه نمی‌نویسن. نه آقا غذا مال منه، تو رو خدا بده. آقا من به فکر سلامتیتون. آقا پولشو داده. الان میرم با یه غذای دیگه میام. آقا خواهش میکنم از زرش پلو با مرغ. میگم الان با یه غذای دیگه میام. آقا کجا میری؟ بیا اینجا. بابا ولم کن، نخور اینو.